برای این شعری که میخوام بخونم مناسبت زیادی وجود داره به نظرم. اصلا همین هرسی که داشتم میخوردم و با حالا مسئله که احتمالا متوجه خواهد شد شنونده، اما از دلایل دیگرم برای اینکه یاد این شعر افتادم و هوس کردم که شاید به نیت خنک شدن دل از طرفی و از جهتی کاهش دلتنگی برای شاعر بزرگوار و بزرگ ادبیات فارسی و این شعر جناب حامد احمدی، آره دلتنگیم کم شه. پیدات نیست حامد، گوشی بابا. خب میفرمایند که ای که به ریشت بریست بازوی گردون. از حفظ بخونم فکر کنم زودتر به نتیجه میرسیم. من اون موقع فکر کرده بودم، حالا مدت زیادی فکر نکردم، ولی خب این راجع به این مسئله نگه کلا فکر کرده بودم که بله اگه این بریست که اینجا از همون ریده است خودمونه، مثلا میتونه بگه یا میتونه بگه ای که به ریش تو ریده، یا میتونه بگه ای که به ریشت بریده، یا ای که به ریشت برید بازی گردون، بازی گردون دون نخورد مگر دون. عجب چیزی نه؟ چیزا شما بازی گردون دون بعد پیداشون فکر کنم ای که به ریش تو ریده بازی گردون. حالا تو رو شاید حشو ملیح تلقی بکنن، من خودم میگم اساسا رو این چیزا میشه خوند، میشه گفت ای که به ریشت بریده. مثلا خیلی هم با بریست فرقی نمیکنه، اگه سین حذف شه به نظرم ازش موسیقایش هم بیشتر میشه. ای که به ریشت بریده بازی گردون، نه که سین کم موسیقیه ها، حرف کم ارزشی به لازم موسیقی، که اتفاقا برعکس، ولی خب چون یه دونه است اینجوریه به نظرم. میفهمند که ای که به ریشت بریست بازی گردون، بازی گردون دون نخورد مگر دون. چشم به هم گرزنی به چشم ببینی، بیت تو ویران شده است و بخت تو وارون. خود ز سرت کم کمک بپرد اگر چند، دود دل خلق کرده نشأت افزون. به خیلی دوست دارم شده. عاقبت صبح نشأه شام خمار است، ای که زمامت فتاده در کف افیون. زمامه یا زمامه؟ یکی این یکی اون لگامه یا لگام، اون که لگامه پس چیز دیگه بود. بذار من الان نگاه کنم، فکر کنم زمامه دیگه، زمام امور. اوکی پس چی شد؟ عاقبت صبح نشأه شام خمار است، ای که زمامت فتاده. شاید زمام نباشه واقعا چیه؟ اجازه بین دیگه خدا رو بیارم. خب زمام بله، زمام مهار اینان، مهار رشته که در جوف بینی شطور بندن و بر وی مهار بندن. خیلی افسار دهانه اینان، آن دیگه مثل اینانه مثلا، دیگه اونم اینانه. لگام. خیلی خوب پسی شد آقا. عاقبت صبح نشأه شام خمار است، ای که زمامت فتاده در کف افیون. طعمه ماران توست سر ز پی سر. ببخشید ببین اینجا مثلا سین چه کار داره میکنه، اصلا از همین فهمیدم اشتباه خوندم. طعمه ماران توست سر ز پس سر، باده یاران توست خون ز پی خون. قدرت شیرین شده است و نفس تو خسرو، ثروت لیلی شده است و عقل تو مجنون. میمون این بیتش هم خیلی یادش میافتادم از سالهای گذشته. میمون تا بوده دلغک آدم، جستو نشده آدمی ملیجک میمون. برای درک بهتر بگم اون همون هلوش 88 سروده شده.
دور دوم ریاست جمهوری اون یکی. شیر مشو روبهان کنند خرت خر، تیر مشو کت الف شده است چنان نون. حالا من آروم میخونم، با خیلی بالترم میشه اگه تون بخونی دیگه. آفت قله تراویم ای سگه گله، گرگ شدی و زدی به گله شبیخون. نیست میسر طهارت تو به زمزم، سرگین هرگز نگشت پاک به صابون. دم ز ثواب و صلاح و صلح فرو بند، ای تو دم ز ثواب و صلاح و صلح فرو بند. ثواب ای تو ز فسق و فساد و فاجعه. چه میکنه سبحان الله، چه کرده شاعر. دم ز ثواب و صلاح و صلح فرو بند، ای تو ز فسق و فساد و فاجعه معجون. کیت نهاده است جانشین پیمبر، کیت نشانده است بر سریر فریدون. ما استادمون دکتر حمیدی هم گفتش که فریدون، ما هم بگیم فریدون. و یعنی اسم یکی فریدون باشه احتمالا نمیگمش فریدون. خلاصه حالا باید ببینیم برای موسیقی کدومش خوشگل‌تر در میاد. پیامبر، فریدون خیلی فرق نمیکنه. فکر کنم حالا بگذاریم مثلا مهم نیست. خب میخواستم بگم که تحت یه شرایطی فریدون بخونی، یعنی اگه مثلا کلا بخونی پشت سر هم، فکر کنم با فریدون گفتن به دو لحاظ بهتره. هم به خاطر یه چی بهش میگن داینامیک، به فارسی چی میشه، اوج فرود بهتری داره اگه بگی فریدون به جای فریدون. همین که مثلا اگه میگم پشت سر هم خونده بشه. نکته دومش چی بود؟ نکته دومش که وقتی میگه فریدون خب خیلی گوششون آشنا نیست دیگه، پرت ممکنه بشه، مثلا آدم میگیم فریدون. آره خلاص برای یاد اون استاد بزرگوار رو کردیم. خب با تو هم ایدون اصلا واقعا گند خورده میشه توی این شعر، نمیشه گند خورده بشه ولی خب واقعا حیفه قشنگ نخونه یه خودش، مثلا میگم یکی قشنگ نخونه پشت هم دیگه کی بهتر خودش. با تو هم ایدون بگو کدام، بریم از قبلتر یکم. میگه که آفت قله از اینجا نه یه بیتشم نخوندم. کند شدت مغز سر بسای به سوهان. خب کند شدت مغز سر بسای به سوهان، پیر شدی هان بکش ز میکده بیرون. شیر نشو روبهان کنند خرت خر، تیر نشو کت الف شد، کت الف که تو را شده الف شده است چنان نون، الف شده مثلا. آفت قله، ببین اونجا گفته نون بعد اینجا میگه آفت قله. خیلی خوبه خدا وکیلی. توی یکی از این شماره های سراستان که یکی از آخرین کارش خونده بودم، یه کلمه شعبه داشت، بعد من نامتعارف اومد باسم، به نظرم رسید چیزای دیگه هم میشه گفت. بعد بهم نشون داد، یعنی یادم آورد یا یادآوری کرد و گویزد کرد که آقا این شعبه دلیل داره دیگه، کلا همیشه خب خیلی کارش خوبه خدایی. به قول معروف کیر میخوره آدم هر سری که میاد مثلا سوتی پیدا کنه یا که مثلا چیز ضعیف پیدا کنه. خیلی کارش خوبه. آره حالا چی شد من اینجا اینو گفتم، این تو مایه همون شعبه است که تو بیت بعدیش مثلا یا قبلیش بیدادم نیست، راجع به چیز وام و بانک و اینا بود. شعبه خیلی بال بود خلاصه اونجا. حالا اینجا میگه که بیت آفت قله رو کجا میگه؟
الف شده از چنان نون ایام تناسب طوری. تازه ما نداریم معمولا، البته تو قصیده خب هست، تو قصیده هم زیاد نیست، ولی کلا اون براهنیچ میگفتش که شعر کلاسیک شعر آقا بخشید اون بیتو تکرار بفرمایید. البته گو خورده براهنی، واقعا حرف مسخره زده، ولی آره میتونه که اینجوری باشه شوربختانه. ولی خب ما پیوستگی که داریم میبینیم الان مثلا تو این قصیده آقا بخشید اون بیتو تکرار بفرمایید نیست، میتونه نباشه، چه به لحاظ فرمی چه به لحاظ معنن نمیدونم درسته نه محتوای خلاصه. آره آفت قله تو رایمش سگی گله، گرگ شدی و زدی به گله شبیخون. خبری بود نیست میسر طهارت تو به زمزم، سرگین هرگز نگشت پاک به صابون. دم ز ثواب و صلاح و صلح فروبند ای تو ز فسق و فساد و فاجعه معجون. کیت نهاده است جانشین پیمبر، کیت نشانده است بر سریر فریدون. به خاطر سریر فریدون بهتره فکر کنم لازم موسیقایی. جانشین پیمبر بر سریر فریدون. حالا خیلی هم چیز نیست، یک کوچولو، ولی به نظرم فریدون قشنگ‌تره بلاس فرمی. فقط با تو همه دون بگو کدام خدا گفت امر تو فصل الخطاب و نهی تو قانون. تا که بود نامور مزلف و رقاص، تا که بود کامران مخنث و معبون. معبون یعنی همون از عب داشتن هایی نداره دیگه، میاد ارجاع به آهنگ عبی از زدبازی. تا که بود نامور مزلف و رقاص، تا که بود کامران مخنث و معبون. مخنث هم یعنی کسی معلوم نیست زن یا مرده. حتی الان چیز حساب میشه فکر کنم، چیچی فوبیا حساب میشه، روکر خوبی نشون نمیدن بهت، ولی یاره یکی از فوشای خیلی معروفه دیگه در اکثر زبان ها. مؤنث و مذکر و مخنث. فیلم خیلی جدیه ها، شاید هم به این ربطش روشه که میدونی که در زمانهای گذشته خیلی خیلی دور، نه این زبان حتی قبل از اسلام، فکر میکنم خیلی قبلتر، جز معدود زبانهایی حساب میشه. اون چیز پهلوی اون موقع، نمیدونم پهلوی بشه یا یه اسم دیگه ای، که 3 تا جنسیت داشته. حالا نمیدونم این مخنث هم به عربا از ما گرفتن یا نمیدونم، چون ما ضمیر و ایناشو داشتیم ولی نیست الان، مثلا عربا که ندارن مذکر استفاده میکنن، بقیه هم همینجور تا جایی که من خبر دارم. میدونم که بعضی از زبان ها، ولی یاد این افتادم که بعضی از زبان ها آره مثلا بحث و اینا میشه کرد گویا راجع به اشیاء جدید یا پدیده های تازه که اینا زنن یا مردن و اینا، یعنی با چیز با مزه. یا مثلا یه متن وبلاگی بود شاید دیده باشن خیلی ها، که در یک کلاس درس دانشگاه فرانسه، حالا نمیدونم واقعی یا نه، در مورد اینکه کامپیوتر رو میبایست مؤنث خطاب کرد یا مذکر یا ازش یاد کرد. حالا یه بحث مبسوطی خلاصش کرد. تا که بود نامور مزلف و رقاص، تا که بود کامران مخنث و معبون. تا که کند زن به مزد پیش نمازی، بر رمه ای از نماز خود همه ساهون. تا که کند رای دزد شعبده بازی، تا که در آورد ز هیچ میلیون. تا که بود غمشه ای عدیل فلوتین، تا که بود از غدی بدیل فلاتون. می کنمت قدح از قصیدت غرا. یه چیز دیگه بود قبلا فکر کنم، از می کنمت قدح از قصیدت غرا، می زنمت قرح از قریحت موزون. بیت تو ویران چو بیت ترانه. بیت تو چرا نیم فاصله گذاشته؟ به نظرم نظره بهتره، هر کی گذاشته نمیدونم کی گذاشته. بیت تو ویران چو بیت ترانه، تا بودن در ترانه ویران ویرون. چقدر خوبه.
همت خصمت بلند همچو قصیده میشه. همت خصمت بلند همچو قصیده، تا بودن در قصیده ای در و ایدون. خاک دهن در ری کناد و ببلعاد، گنج تو را با تو ای قرینه قارون. واقعا آره خیلی قشنگه، بسیار زیبا بود، بسیار خوب بود. دارم باز ازش فکر کنم. یه وبلاگ بود و کپی از اونجا که به نام بابا. آره زین درد که یاد می چی؟ باید فاز شد از کنم. زین درد که باد می کنم خرمن، یکاش نزاد به میز ما در من. در کوفته فتح باب ناب کرده، سرکوفته کوبه وار بر در من. در مکتب مردم جفا بیشه، در سیزه جفا نکرده از بر من. بگذشته ز خیر شر به هر قیمت، و از خیر ندید خیر جز شر من. چشم همه کور و گوش شیطان کرد، از عبرت و بند کور، از عبرت و پند کور من کرد من. شد چشم همه کور و گوش شیطان کرد، از عبرت و پند کور چشم همه کور و گوش شیطان کرد، از عبرت و پند کور من کرد من. البته باز قشنگ‌تر میشه خوند. چشم همه کور و گوش شیطان کرد، از عبرت و پند کور من. خیلی خوبه کرد من. خود در ره خود ز نفس لوامه، دیوانه کرده سد محور من. خود در ره خود ز نفس لوامه، دیوانه کرده سد محور من. خود گشته نقیض خود بلا منطق، خود گشته نقیض خود بلا منطق، مصداق مربع مدور من. شبها همه وقت خفته خود را، چون دلبر خود گرفته در بر من. فرسوده ز جنگل بیرون، در غار درون گرفته سنگر من. با دیو شکنجه پنجه در پنجه، در بحر رجز فکنده لنگر من. بنشانده سپند مهر بر آذر، برجسته سپند سان ز مجمر من. از برکت نهی منکر از منکر، معروف به ارتکاب منکر من. انگشت نمای جمع نامردان، در شهر مخنثان مذکر من. هنجار ستیز ناوهنجاران، اندر گله گران بزگر من. درست خوندم؟ نه غلط خوندم. اندر گله گران بزگر من. درست. ما فکر کنم مثلا گران به معنیه چی خوندم، مثلا یادم اندر گله گران، برای چیزی که بزنم مثلا شلوغ و اینا بود، مثلا حواسم نبود. بزگر. آره اندر گله گران بزگر من. از دست دراز یاری یاران، یک وعده نخورده غیر خنجر من. تا سر ننهد کلاه منت را، یک باره گذشته از سر من. هشتش گرو نهش ز ناچاری، در پنجه چارمی خشش در من. خب دارم فکر میکنم ببینم 6 در 4 میخ هم میتونه داشته باشه. 4 یه گوشه از بازی تخته است دیگه. البته که به سرای یه چیز هم میگن، سرای زیست به دنیا هم میگن، یعنی مجازاً به کار میره وقتی میشه. حتما 4 میخ هم میشه باشه دیگه، یا بشه یا بیتت. آن باخت دل که نیستش چیزی حتی. چه خوب. این یه بیتی هست، یعنی چندین تا فکر کنم داریم تو ادبیات که آره نمونده از من الا هوس قمار دیگر.
بفهمید. ببین من توی اون جزواری که نوشتم اینو گفتم که هم دارم بیشتر بهش مصادیق بیشتری واسش پیدا میکنم که یکی از کارهای خیلی باحالی که شعر سید حامد داره، در واقع سید حامد احمدی با شعرش میکنه، اعتبار بیشتری دادن به عبارات و مثلا ضرب المثل و اینجور چیزای دم دستی و معروفه. خیلی 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 عجیبه، خیلی واقعا خیلی عجیبه. آره مثلا اینجا چیکار کرده؟ بعد یادش گفتم اینجا شاید اون کار خیلی نکرده، ولی با ادبیات کرده، با ضرب المثل نکرده، با دواوین و بقیه شعرا کرده. آن باخت دل که نیستش چیزی، حتی هوس قمار دیگر من. آن گنج نهان که ما رو ویرانی، گردش زده حلقه حلقشان بر من. آن کس که ز درد توده پی در پی، آماس نمود خورد نشتر من. آن کس چپ و راست میخورد سیری، آن کس چپ و راست میخورد سیلی. از سفره عصر سفله پرور من. در کام کویر آخرین جرعه، در چله ابر تیر آخر من. بسیار عالی. اون ای که بریشت بریست رو توضیح داده، یه سری این چیزا داره. یک معبونو گفته، صابونو گفته، سه چیه؟ قرح. دیدی گفتم فرق میکرد، اینجا یه جور دیگه نوشته میزنمت قرح از طبیعت صافی. اونجا غلط بود به نظرم اصلا. چه خوب که درستش کرده. خب میزنمت قرح از طبیعت صافی، قرض از زخم میکنمت قدح از قریحت موزون. قدم من چه دیگه نکوش. خب یکی از چیزاش خیلی باحاله، میگه که یه بیتی داشت که تا که بعد از قدی بدیل فلاطون میزن تا که بعد از قدی بدیل فلاطون. اینجا نوشته در این بیت نسبت قمشه‌ای به افلاطین با نسبت ازغدی به افلاطون مقایسه شده است و خدای نکرده به هیچ روی قصد مقایسه عزیزی مثل قمشه‌ای با معلوم الحال جناب قدیر را نداشتم. به احترام معتبر. استاد سخن سعدی. موحد چو زر ریزی اندر برش، چو شمشیر هندی. چو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و هراسش نباشد ز کس. همین از معنای توحید و بس. مرا سریست مسافر. خیلی خوب، این بهترین قصیده فارسیه، خیلی خوبه. ستبر سینه و ستوا پای سنگین سر، دراز دست و قوی پنجه و قدر گردن. یکی از چیزایی که خیلی شاعرها کم دارن تو این دور زمانه، اینقدر مسائل، یعنی یه سری خیانت هایی شده، خیانت نه، یعنی سری روند های پیش رفته در روزمرگی های برای خیلی کمه. آقا مثلا شاعری که بیاد درست کنه قدر گردن، اونم تو همچین موقعیتی اونم متاسفانه نداریم. آره خیلی بده. ادامه دادم. خیلی مسئله مهمیه ها این ترکیب سازی و اینجور چیزا، واقعا خیلی مهمه. حالا چه مثلا مثل حافظ و ایرج میرزا، مثلا بهترین های ایرج میرزا هر دو مدل رو داره. ایرج میرزا یعنی هم مثلا میاد طرزی افشار، در موردش پادکست درست کردم، بیفتم هم توضیح بدم، برحال الان متوجه میشه خودتون. شاید کل دیوان طرزی افشار به اندازه این یه بیت ایرج که فرم شده یه جورایی از طرزی گرفته خوب نباشه. من معتقد نیستم به اینا، ولی مثلا شفیع کدکنی هست، اجازهتون میدم به اول موسیقی شعر. اتفاقا همین مثال طرزی هم زده. حالا آره این کدوم بیتش میگه که درهای بهشت بسته میشد، چی همه می جهنمید، مردم همه می جهنمیدند.
خیلی قشنگه. البته که از کل شاید دیوان طرزی بهتر باشه یه جورایی، حتی چون الان که فهمیدم ایهام، الان واقعا تا حالا نفهمیدم تو ایهام داره جهش رو داره میگه، یعنی میشه جهش هم باشه، درهای بهشت بسته میشد. خیلی قشنگه. مردان نمیگه فکر کنم، مردم همه میگه جهنمی دارم فکر کنم. خیلی خوبه. آره یه بیت خودم افتادم اینجوریه که باید مثل اولش رو باید بیت اولش خونده شه که جالب باشه، ولی حالا به هر حال بیت دومش ولی اینه که وقتی بهشت جای من و تو نمیشود، باقی مؤمنان به جهنم که میروند. حالا لالا اینا کجا مثلا قدرگردن، منظورم عبارت این چنینی بود در واقع. ادبیات یعنی چی؟ بخشش هم همینه دیگه. از جنس حداد عادلیش نه، از جنس اثر ادبی منظورم. حالا به حجات میکنم ای ماردوش گرگاغوش، قفات میزنم ای گاو ریش خرگردن. چقدر خوبه. مرا از جهنم چه پرواستی. هم گردن هم جهنم تو یوتیوب هست با صدای خودش با تصویر خودش. جهنم خیلی باحاله. من یادم چند سال پیش واسه جهنم یه آهنگ ساخته بودم، یه ملودی فوق‌العاده پیدا کرده بودم، اصلا خیلی نمیدونم چرا، شاید ضبطش کرده باشم. خیلی خوب خداحافظی میکنم.